یکی از مهمترین آموزش‌هایی که باید بعد از آموزش جای دستشویی و اجتماعی کردن به توله سگتون یاد بدین، آموزش راه رفتن با قلاده است. ممکنه الان خیلیاتون با خودتون فکر کنید راه رفتن با قلاده که آموزش نمیخواد، قلاده رو میندازی گردن سگه میبریش بیرون دیگه، ولی اصلا به این سادگی ها نیست. توله ها خیلی شیطونن و ممکنه که هی بخوان بند قلاده رو بکشن یا به زور شما رو به هر جا که خودشون میخوان ببرن. برای همین این آموزش برای خیلی از صاحبای سگ چالش برانگیزه و کوچکترین اشتباهی که توی این آموزش انجام میدن میتونه باعث مشکلات رفتاری سگ که مثلا یکیش همین کشیدن بند قلاده است بشه. اونطوری با یه توله‌ای که داره بند قلاده رو میکشه به نظر میاد توله است که شما رو داره با قلاده راه میبره، نه شما توله رو. من دکتر ملیکا حمزه هستم. تو این ویدیو میخوام آموزش راه رفتن درست با قلاده به سگ رو بهتون یاد بدم و بهتون بگم که چطوری میتونید